اگه میخوای بدونی از کجا یادگیری زبان رو شروع کنی و سردرگمی جای درستی اومدی، واسه این کار اول باید خودتو بشناسی و بعدش منابع و مسیری که باید طی کنی. اگه میخوای بدونی سطحت تو چه سطحیه، اینو باید بدونی که سطح بندی تو زبان انگلیسی به سطح مبتدی، متوسط و پیشرفته یا beginner، intermediate، advanced تقسیم میشه. حالا چجوری بفهمیم سطحمون چیه؟ واسه این کار سطح‌هایی هست که این امکان رو به شما میدن با آزمون دادن سطحتون رو مشخص کنید. حتی اینا ریجستر میشن تو سطح‌های A، B و C. سطح بندی‌های اونا هم واسهتون معلوم میکنن. ولی اگه سطحتون مبتدی باشه واسه فهمیدنش خیلی راحته. اگه تنها شناخت از زبان که دارن حروف الفبا یا شماره تلفن یا مثلا همون کلمات محاوره مثل الهی در این حده و بیشتر نیست، مبتدیه. واسه این سطح کاری که باید بکنید شناخت زبانی رو تقویت کنید. یعنی چی؟ یعنی از قواعد، ترکیبات و لغاتی شروع کنید که لغات پایه‌ای هستن و واسه ادامه راهتون بهتون کمک میکنه. تو ویدیوهای بعدی در این مورد بیشتر صحبت میکنیم که چی کار کنین واسه این سطح و حتی در ادامه کورس های زبان انگلیسی از سطح پایمون شروع میشه. واسه سطح متوسط اگه شناخت به دست آوردین از زبان، چیزی بلدین، قواعد و بلدین، قواعد ساده، زبانهای ساده، افعال توبی و خیلی از اینا رو بلدین و میتونین یه جمله رو بخونین یا یه جمله رو بگین، حتی اگه جمله ساده ای باشه، شما در سطح متوسط هستین. تو این سطح انتظار تست دادن و آزمون دادن نداریم ازتون، چون اصلا تو این سطح فقط تو شناخت داری از زبان و میتونی ازش استفاده کنی. مثلا میتونی فیلم ها رو با زیرنویس انگلیسی راحت ببینی یا در مسیر اینی که بیشتر پیشرفت کنی که در مسیر تست زدن. ولی بعدها که به سطح ادوانس میرسی میبینی اون چیزها خیلی واسه راحت تر شده، میتونی راحت تست بزنی. فیلم ها راحت تا زیرنویس هم لازم نداری واسه شنیدن. آهنگا رو میتونی شروع کنی به متوجه شدن و بعدتر حتی آهنگهای رپ و مدرن که درکشون سخت‌تره و سلنگ زیاد دارن. سطح ادوانس هم که بهش اشاره کردم، این سطح شما تست میزنید، فیلم ها رو کامل متوجه میشین که هدفتون از زبان مشخصه و تو این بازه تلاش میکنید به اون نتیجه‌ای که میخواین برسید. حالا واسه کتاب هایی که تو این سطح معرفی شدن، تعداد زیادی کتاب هست واسه خودخوان خوندن و کتابایی هم هست که تو آموزشگاه تدریس میشه. کتابایی که آموزشگاه تدریس میشه اکثرا تو خود آموزشگاه تا این سطح میشه و کتاب‌ها رو از مسیرهای مثل هدوی و تاپ ناچ شروع میکنه و به سطح‌های بالاتر میرسیم. کم کم کتاب سطحتون میره بالا و با کلاس میرین جلو. حتی ممکن مثلا کلاس اسپینگ هم داشته باشیم برای تمرین حرف زدن شنیدن. اما اینجا میخوایم در مورد کتاب‌های خودخوان حرف بزنیم. این کتاب‌ها واسه این طراحی شدن که تو بتونی حتی توی خونه خودت با کمک افراد دیگه یا نوارهای آموزشی، سیدی‌های آموزشی و حتی کانال‌های یوتیوب کمک بگیری و خودت بخونی به سطحی که میخوای برسی. واسه خودخوان خوندن چیزی که واسه سطح مبتدی من اول مشخص کردم، کتاب‌های Oxford Word Skills، کتاب‌های Beginner English Grammars، اونا هم سطح بندی دارن. ولی باید یادتون باشه که هدف گذاری کنید. از آموزش زبان چی میخواین؟ چرا شروع میکنید زبان رو بخونید؟ اگه فقط میخواین اطلاعات کلی داشته باشین، فقط میخواین در موردش بدونید، تقویت کنید زبانتون رو مثل یک کاربر عادی، مسیرتون متفاوت با کسی که میخواد اپلای کنه، میخواد آیلتس بگیره، میخواد آزمون کارشناسی ارشد بده. همه اینا تفاوت وجود داره. اگه فقط میخواین اینتتون رو بالا ببرید به دلار عادی، فیلم نگاه کردن اینا رو تمرین کنید، واسه این کار لازم نیست حتی شما تست بزنید، کتاب تست ببینید. کلوز تست نمیخواد بدونید حتی چیه. ولی اگه سطحتون میخواید اینجوری بره بالا که واسه تست زدن مهارت پیدا کنید، تو اینا مهارت‌های خاصی هم مثل اسکنینگ و اسکیمینگ و کلوز تست، درک مطلب، تست های سرعتی، تست های گرامر، تست های واژگان، اینا رو باید حتما تمرین کنید. حالا میرسیم به کتاب. چه کتابی بخونید؟ کتابا
همشون بر اساس 3 سطح و زیر سطح هایی هستند که سطح ها میشه A، B و C. واسه سطح مبتدی واسه واژگان یا وکابیولری داوای نظر من واسه خوندن یکیش 504، یکیش آکسفورد ورد سکیلزه. سطح های البته A1 to B1 سطح مبتدیش. البته باید بدونید که 504 خوندنش یک خورده خشکه چون واژگان فرارن به یادتون نمیمونن. بهتر از آکسفورد ورد سکیلز شروع کنید و 504 هم در کنارش بخونید و تمرین کنید چون تمرین های هفتگی هم داره تو این کتاب. مهارت بعدی گرامره. شما درسته واسه درست کردن جمله مصالح میخواین که همون لغاته، ولی باید بدونین که چجوری کنار هم بذارین که اون در گرامر خلاصه میشه. گرامر کتابایی تو این سطح هستن Essential Grammar in Use A1 to B1 سطحشون. البته واسه گرامر هیچ وقت جایی نیست بگی که تموم شده. درسته میتونی همشون رو بخونی ولی همشون ریز نکاتی دارن، همشون چیزایی دارن که هر کتاب ممکنه به یکیش اشاره کرده باشه. واسه همین جفتشون رو بخونید واسهتون خیلی مفیده. بعد از این دو تا مهارت خیلی مهمه. یکیش ریدینگ خوندنه، دومیش رایتینگ نوشتنه. حتما باید رایتینگ رو تمرین کنید. رایتینگ که دست خطتون رو خوب میکنه، رایتینگ که چون یادآوری میکنه جمله سازی رو. شما یه چیزی رو ننویسید کامل تو ذهنتون تثبیت نمیشه. ولی ریدینگ هم باید داشته باشین. ریدینگ اگه هر چقدر بیشتر بخونید تلفظتون بهتر میشه. البته باید با دقت بخونید. بعدش هم مهارتتون تو خوندن بیشتر میشه، درکتون از لغات بیشتر میشه چون تو هر جمله ممکنه یک یا دو تا لغت جدید داشته باشه که شما برین دنبالش یاد بگیرید. لغات هم اکثرا تو جمله میشه یاد گرفت، وگرنه خیلی راحت از یاد میرن لغات. مهارت listening و speaking هم تو این سطح خیلی زوده برین سراغش، ولی نباید کلا کنارشون گذاشت چون listening حتما باید گوشتون عادت کنین. یه فیلم بذارین با زیرنویس مثلا انگلیسی یا فارسی، البته فارسی توصیه نمیشه ولی کلا گوشتون باید عادت کنه. تو این مرحله ابتدایی باید گوشتون عادت کنه. لازم نیست متوجه بشین ولی باید گوشتون عادت کنه به لغات. مثلا شما یه لغت رو تو جمله میشنوید متوجه میشین، این خیلی بهتون کمک میکنه بیشتر یاد بگیرین زبان انگلیسی. و پادکست و ساوند ترک هایی هم هستن که واسه سطح مبتدی هستن، شما میتونید اونا رو گوش بدین بیشتر آشنا بشین. حتی مهارتتون خیلی ممکنه زودتر بیشتر پیشرفت کنه و به سطح اینترمدییت برسه. اینا کتابایی بودن که تو سطح مبتدی خیلی به شما کمک میکنن. و حالا میرسیم به سطح اینترمدییت یا متوسط. تو این سطح که یکی از مهمترین سطح هاست چون خیلی اینجا متوقف میشن، باید بدونیم چجوری خودمون رو از سطح B1 به C1 و به فرمتمون برسونیم. حتی کتابایی که تو این سطح هست اکثرا بعد B1 هن دیگه. واسه مهارت مثل واژگان همین آکسفورد ورد سکیلز سطح متوسطش میتونید مطالعه کنید و واسه واژگان بیشتر هم میتونید به 1100 واژه مراجعه کنید. این کتاب‌ها هستن بهتون کمک میکنن. واسه گرامر همون English Grammar in Use سطح اینترمدییتش هست، میتونید از اون بهره ببرید. و حتی کتاب‌های ویو پوینت هستن. ویو پوینت کتاب‌های جامعی هستن، حتی تو آموزشگاه هم آموزش میدن. این کتابا سطح B2 و C1 هن، میتونید از اونا هم استفاده کنید واسه مهارت‌های کلی هن. تو این سطح یه چیزی که خیلی مهمه یوتیوب و پادکسته. این دوتا فوق العاده روی لیسنینگتون تاثیر دارن، چون اول که یوتیوب که هست شما با دیدن لب یک نفر بیشتر متوجه میشید تا صرفا شنیدنش. لبخوانی حتی میکنین، یاد میگیرین این مهارت رو که متوجه بشین و خیلی بهتون کمک میکنه. مثلا کانالایی که نیتیو امریکا هستن بهتون کمک میکنه با زبون و حتی فرهنگ اونا هم بیشتر آشنا بشین. پادکست هم واسه خیلی کمک کنه، واسه حتی وقتایی که کار دارین میتونین پادکست رو بذارین بشنوین، گوش بدین به پادکست های هر موضوعی. البته به یاد داشته باشید موضوعی رو دنبال کنید که دوست دارین، ازش زده نشین. واسه ریدینگ و رایتینگ هم Active Skills for Reading و Tactics for Listening خیلی کمکتون میکنه که این مهارت‌ها رو پیشرفت بدین. و یک چیزی که اینجا باید بهش اشاره کنم اینه که هدفتون رو از اینجا باید دقیق دنبال کنید. یعنی از اینجا اگه میخواین
آزمون بدید یادتون باشه حتما باید از اینجا تست رو شروع کنید. شما تو این سطح یه دانشی از زبان دارین، یه مهارتایی دارین، ولی دیگه باید شروع کنید مهارت‌های حرفه‌ای تست زدن و اسکنینگ، اسکیمینگ، تست های سرعتی که توی گرامر اینا بیشتر دیده میشه. حتی توی لغات هم میشه اینو به کار برد که بر اساس یک گرامر شما به جواب با سرعت بیشتر میرسین. کلوز تست که مهارت‌های خودش رو داره و سطح ادوانس بیشتر معرفی میکنن مهارت‌ها رو، و درک مطلب هم که باید توانایی اینو داشته باشین یه درک کنین. اینا بیشتر تو سطح ادوانس و بهتون معرفی میکنم اینا رو، ولی در آخر این سطح و در سطح C1 باید حتی این مهارت‌ها رو شروع کرده باشین و یادشون بگیرین. در کل تو این سطح بیشتر سطح انتقالیه که به سطح ادوانس برسید و اینجا باید خودتون بیشتر کار کنید. حتی کلاس زبان هم رفته باشید میدونه که تو این سطح خودتون رو با بقیه متمایز میکنید و به سطح ادوانس میرسید و لیولتون رو از اونا متفاوت میکنید. و حالا میرسیم به سطح ادوانس. این سطح یکیش پیچیده ترین سطح هاست. اینجا خیلی ها سردرگم میشن چون موضوعاتی زیادی اینجا خودشون رو درگیر میکنن. یکی از چیزهایی که تو سطح ادوانس خیلی باید بهش دقت کرد و حتی توی اینترمدییت آپر اینترمدییت هم باید شروع شد، رمان و داستان خوندنه. اینا خیلی به ریدینگتون کمک میکنن. هر جا یه موضوعی پیدا کردید میتونید بخونید، انگلیسی باشه، واژه‌هایی که بلد نیستین برید تحقیق کنید، حتی مقالات سایت ها رو، حتی مقالاتی که از دانشگاه معتبر دنیا، خیلی چیزا هست که اینجا به شما متریال میده واسه مطالعه. واسه واژگان همون آکسفورد ورد اسکیلز سطح ادوانسدش یا 1100 واژه خیلی کمکتون میکنه. واسه listening هم همون tactics for listening expanding یا کیوب خیلی کمکتون میکنه چون میتونین کاربرای نیتیو و اونجا گوش بدین. پادکست خیلی کمک میکنه، فیلم سینمایی، سریال زیادی هستن که کمکتون میکنه انگلیسی و listening و حتی مثلا شما میتونید سپیکینگتون هم تقویت بشه چون اونجا نکاتی بهتون یاد آور میشه که سلنگن و تو محاوره بیشتر استفاده میشه. تو کتابا نمیتونید اینا رو پیدا کنین زیاد. همچنین مثلا آهنگا پر پیچیدگی ان، اگه بتونید اونا رو متوجهش خیلی بهتون کمک میکنه. یه موضوع دیگه ای که اینجا بهش اشاره باید کنم تست زدنه. شما تو اینجا واسه اگه میخواین کارشناسی ارشد آزمون بدین، دکترا آزمون بدین، حتی کنکور سراسری آزمون بدین یا آیلتس و تافل و اینا، باید مهارت‌هایی داشته باشین. مهارت که آزمون‌های داخلی اکثرشون لغات، گرامر، کلوز تست، درک مطلب اکثرا. واسه آزمون‌های ملی که شامل این مواردی که گفتم میشن، شما لغات، گرامر، کلوز تست و درک مطلب همینا رو آزمون میدین. واسه این مهارت‌ها هم تو ادامه ویدیو مخصوص این موضوع میسازم که چجوری این مهارت‌ها رو بالا ببرین، مثل اسکنینگ و اسکیمینگ و اینا. ولی مثلا تو آزمون‌هایی مثل آیلتس و تافل اونجا سپیکینگ و لیسنینگ هم آزمون میدین، رایتینگ هم آزمون میدین. آزمون‌ها چند مرحله‌ایه، اونها خورده متفاوتن، در ادامه بهشون اشاره میکنم تو ویدیوهای بعدی. ولی اینجا شما باید تمام تلاشتون رو بکنید با تست زدن آشنا بشین. تست های زیادی هستن، منابع زیادی هستن بهتون کمک میکنن. کتاب های ایلتس تعداد زیادی کتابن، چند سری کتابن که فقط تست و آزمونن، میتونید از اونها کمک بگیرید. کتاب های زیادی هستن موضوعی تستی، مثلا فقط کلوز تست و درک مطلبن. اینا رو میتونید استفاده کنین که سطحتون رو بالا ببرین. اینجا هر چقدر دیگه تلاش کنین سطح خودتون بیشتر میره بالا و بیشتر میتونین به نتیجه‌ای که میخواین برسین. همچنین اپلای کردن اینجاست که همه چی معلوم میشه. شما آیلتستون چقدر باشه یا تافلتون چیه، اون بهتون آیندهتون رو نشون میده و راهتون رو مشخص میکنه. اکثر کتابایی که تو این سطح هم هستن همون سطح‌های قبلی هم هستن، فقط سطح ادوانسشونه. مثلا اینجا میتونید American English File رو بخونین که کتاب چند موضوعی، کتاب کاملیه، همه مهارت‌ها رو شامل میشه، سطح بندی‌های متفاوتی داره، میتونین اینا رو مطالعه کنین
و هر جا متنی یا مطلبی پیدا کردین که سطحش ادوانس بود میتونه بهتون کمک کنه.